شاید شما یه شکارچی خیلی خوب، یک تفنگدار و یک نظامی خیلی خوب و یا حتی یک اسنایپر خیلی خوب باشید، اما از یک نوع فشنگ بیخبر باشید و یا هیچ وقت باهاش برخورد نکرده باشید. گلوله های طغیانگر. گلوله های طغیانگر اسم فشنگ های سرگردونی بود که سربازا، تفنگدارا و شکارچی های قدیمی برای اونا انتخاب کردن. اونا فشنگ های سرگردونی بودن که بعد از شلیک ممکن بود جون فرد شلیک کننده رو هم بگیرن. وقتی یک گلوله سخت با یک زاویه خیلی کم به یک سطح خیلی سخت و یا یک سطح خیلی صیقلی برخورد میکنه، میتونه 30 تا 70% انرژی خودش رو حفظ کنه و به سمت فرد شلیک کننده برگرده و با یک زاویه 10 درجه یا کمتر به اطرافیان شخص یا اونایی که تو اطراف اون شخص ایستادن آسیب بزنه. امیدوارم که همیشه از فشنگاتون به خوشی استفاده کنید و هیچ وقت با گلوله‌های طغیانگر برخورد نکنید. در پناه حق یا حق.